السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، از الله بسیار بسیار بخشنده، مهربان، از الله که رحیم است، غفار است، ستار است، خواهان او هستم که در دلهامان مرادها و مطلوبهای نیکی که داریم با فضل کرمش الله مهربان حاصل بگرداند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند یک حیاتی حلال، یک حیاتی که در او اطاعت و عبادت و ترس تو باشد، برای ما بندگانت نصیب بگردان. خدای گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کن. خدای کمبود و خطا و لغزشان با فضل کرمت بخشیده بگردان. خدای مهربان به فرزندهای ما را فرزند عطا کن. خدایا مشکلات بودگی بنده هایی که در مشکلات هم با فضل کرمت مشکلاتاشون را برطرف کن. خدایا نفرهایی که از ما در بیرون این جمهوری من هستند، پی کار و فعالیت هاشون هستند، خدای مهربان این فرزندای ما را و این بندگان خودت را کاراشون در کشایش و برار نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحیم. برادران عزیز و گرامی، الحال من به سوالهای شما جواب میگردانم و خدا خواهد انشاءالله باز امکانیت ها و وقتا که شد برای شما با بعضی موضوعهایی را که در اینجا من نگاه کردم که شما خواهش کردین در فلان موضوع ها گپ زنین، من انشاءالله اونهاش هم خدا خواهد حد الامکان اجرا میکنم. لیکن من هم برادرای عزیز فهمین که یک طرف گویم زندگی هست، فرزندداری هست، زنداری هست. خلاص زندگی بیشتر وقتی ما را یا به خودش بیشتر ما را مشغول میکند. و همچنان برادران و خواهران عزیز، این طرف باز در مردم ما بعضی توی ها دارن، بعضی مرده ها دارن. خلاص با این مسئله و مسائل شما هم شناسایی دارین. یک طرف وقت هامون در اینجا با سپری می شود، با قسمت وقت در کار که با ما هم نشسته و از کتاب هامونو با نگاه کنیم، درس خوانیم، قرآن خوانیم، ذکر کنیم. از این لحاظ این وقتا کم کم برای من مقصد امکانیت می شود، لیکن به هر حال سعی میکنم برادرای عزیز که بیشتری وقت ما در این صرف کنم، زیرا که این هم برای امروزه مردم ما، جامعه ما بسیار بسیار مهم و ضرور است. و الله مهربان شما را همه تا نگهبان باشد و امروزها روزهایی هست برادرها که در حق یکدیگر دائم دعا کنیم، زیرا برادرها دعا در همه دور زمان بسیار مهم و ضرور است. در حق یکدیگر دائم دعا کنیم تا از همین تشویش های زمانه، تا از فتنه هایی که امروز دنیا را فرا گرفته است، مشکلات هایی که امروز به سر مردم، از آن جمله به سر مردم مسلمان آمده است، خداوند ما را حفظ کند. دعا کنیم دائم در حق یکدیگر، در غایبی یکدیگر. خدا خواهد اینا همه به نفع ما و شما و همه این انشاءالله به خیر ما و شما انجام یابد. اکنون من میام به سوال های شما. اول سوالی که در اینجا من حاضر خواندم، مردم فقط و فقط سوال ها همینه، چی تلفنی باشه و چی مثال با طریقی که بر من آمده رسیده است، همین مولود کردن درست است یا درست نیست. و حتی مردم میپرسند
چرا در زمانهای پیامبر مولود نبود، در زمانهای صحابه مولود نبود و امروز مقصد این مولودها برپا شده است، مردم مولود میکند. برادران عزیز و گرامی، من به شما یک نکته اساسی را میگم که دوستای خدا، دانشمندای ما و شما میگویند که هر کسی که اگر در کدام دور زندگی کند و به همون زمان خودش آشنایی نداشته باشد، معلومات ندارد، یعنی از بگیم کار و باری که در همون زمانی که وی زندگی میکند چگونه است، اگر آگاهی نداشته باشد، این آدم، برادران عزیز، ابله گفتگی است. یعنی هر یک آدم در کدام دور زمان زندگی میکند باید با زمان و با شرایط همون وقت معلومات داشته باشد. از این لحاظ ما نمیتونیم برادران عزیز که این عصر 21 امروزه دوری که ما قرار داریم ایرا با دور پیامبر و اصحاب او مقایسه کنیم. این قابل مقایسه نیست برادران عزیز. شما یک اندیشه کنید که برای زمان پیامبر مولود چی در کار بود، یا زمان صحابه ای که همه گویم از نقطه نظر شریعت زندگی میکردن، برای اونها مولود چی در کار بود؟ این مولودی که برادران عزیز من گویم برای شما که اولا که در مردم ما همه توی و خدایش مولود میگن. مولود برادران عزیز این زادروز میگن. یعنی پیامبرمون اگر گویم نهم ربیع الاول اگر به دنیا آمده باشد، همون نهم ربیع الاول وقتی ما قید میکنیم همه را میگن که چی از زادروز، روزی تولد. لیکن شما بینید که از زادروز پیامبر 10 روز گذشته است، مردم دسترخوان میپرتویند و از شادی و از خرسندی و از محبت شونه مقصد چیکار میکنن؟ ما خانه‌مون یک مولود کنیم. اگر نیت چه پرسی با کدام نیت کردی میره؟ آخه چهل با کدام نیت؟ با نیت حرمت پیامبر، با نیت آن که پیامبر مرا روز قیامت امت بگه و مرا شفاعت کنه. شما گوش میکنید که با کدام نیت کردیستن؟ پیامبر میگه انما الاعمال بالنیات، عملها وابسته به نیت هست. من به همون نیت کردم، الله مرا به همون نیت موفق میکنه. زیلی هاست برادر از همین دورهایی که ما زندگی داریم و مولودهایی که در همین روزها می شود، شما گویید که کدام عمل در داخل همین مولود عملی ناجایزه. من اینه بر شما میگم، اینه من در چندین مولودها اشتراک میکنم. من گویم برای شما، یکم به مقدار همان چند نفری که باشد، 10 کس است، 15 کس است، 20 کس است، وای طعام میتد. مقصد یک شوربا میارد، خیلی مردم ما یک آش میکند، یک خوراک میاره میماند، مردم از او تناول میکنند. شما میدونید که حدیث پیامبر است که وقتی پیامبر گفتن ایول اسلام خیر قال تطعم الطعام، بهترین عمل در اسلام کدام است؟ گفت دادن طعام. ما با یک تا شناس شدیم که در مولودهای ما اگر به شرطی که دادن طعام باشد، این بهترین از عمل اسلام بوده. 2 اونجا در امر به معروف و نهی از منکر می شود. یعنی در اوجا برادرای عزیز ایتری یگان چک و ما تجارت ما و یا خرچرانی ما نقل نمیکنم. اونجا ما میریم میشینیم قال الله تبارک و تعالی یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا از حیات پیامبر یا از دوستداری صحابه با مردم سخن میکنیم. آیا امر به معروف نهی از منکر شما چندین آیت و حدیث ها در این باب است که ما باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم. حتی آیت همین میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. الله مهربان میگه امت محمد بهترین امت است. ای چی حساب؟ ای چی حساب؟ ای حسابی که امروز که زندگی ما خوب شده،
یا از حسابی که امروز سر لباس همون خوب شده، یا از حسابی که خوردنی همون خوب شده. از چی حساب؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خدا میگه به خاطر آن که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. شما بهترین امتید. انا که در این مولودهای ما از بهترین امت بدن ما که امر معروف نهی منکر باشد همون مسئله می رود. دو، سیوم، قاری های ما در وصف پیامبر برادر عزیز شعرخوانی میکنند که من در سوال و جواب های 28 بود یا 29 بود درباره جایز بودن شعر از آیت های قرآن و حدیث های پیامبر نازنین ما که هم بخاری و هم مسلم آورده است برای شما گفته گذاشتم. همین سه چیز در مولودهای ما هست. آیا همین کدام اینو نادرستن؟ و دیگر اینکه برادران عزیز مولود کردن در مردم ما مجبوری نیست. ایرا هر یک نفر مقصد اگر خواهش هم داشته باشد، اگر امکانیت نداشته باشد، او را کسی مجبور نمیکند بگید تو مولود کو که ماه مولود است. اما بعضی برادرایی که ممکن دستشون میرسه امکانیت دارن، باز میگم به خاطر محبت حبیب خدا همین را انجام میدن. برای همین ایرا ما مادامی که یک محفلی عبارت از آن چیزی که گفتم همه که با آیت و با حدیث ثابت است که این کارها انجام یابند، یگان چیزی نادرست درش نیست. پس بیا برادر عزیز زمان هم نگاه کنیم که امروز امر به معروف و نهی از منکر برای مردم مثل آب مثل هوا مهم است. این مولودها برادر عزیز اگر شما فهمیدین که نادرست است یا شما با گفته خودتون بدعت است، ما نفهمیدیم یا ما دیده و دانسته میریم خود در همونجا گناهگار میکنیم، یا اینکه ما مثال احتیاج به همو خوردن و یا به همو یگان دستگیری همو خاندان داریم. الحمدلله ما از ابتدا، من شخصا خود در نظر دارم، من از ابتدا برادر عزیز در یک عائله به وایه رسیدم که شکر خدای مهربان هیچ وقت چشم گرسته نبودیم از این لحاظ و هیچ وقت میل محبت و تکیه بر این هم ندارم، اگر چنده که بدگوهای ما بدزبانهای ما فقط و فقط همین یک سخن دارن، اینها معرکه با معرکه میگردن. برادر عزیز این همش ایروی بخل و ایروی حسد است و ایلا گشتن من یک بار گفتم که من به گویم خواهش خاندان یا به دعوت خاندان من هیچ خانه نرفتم و نمیرم، ولی رفتی من برادرای عزیز دعوت کردن با دعوت اجابتش بدم که واجب است. پیامبر میگه ای تو دعوت ایزا دعیتم، وقتی شما را خواندن برین دعوت کردن روین. و امروز گویم اما مولود یک بهانه، ولی ده ها نفر در اونجا وقتی که پند و نصیحت گوش میکنن، انا همین آن چیزی که برای ما مهم است انا همون است. برای همین برادرای عزیز و گرامی هر گونه مقصد حکمی در اسلام چی هست، او حکمی که شما میگین او حکم به همون زمانهای پیامبر سوال دادن در کار. امروز برادرای عزیز و گرامی امروز این سوال ها در بین ما حجت نیست دیگر، زیرا ضرورت در همین سوال دیگر نمونده. امروز ضرورت ما این است که من دو آدم بیام برای او یک نصیحت و یک مصلحت بتونم که همین آدم ای چارچوبه آدمگری بیرون نرود. امروز مهم اینه، ضرور برای ما امروز برادرای عزیز انا همینه. برای همین این سوال ها اگر این خیل بگیرین در زمانهای پیامبر هم برادران عزیز همون موعظه فقط در خطبه بود. یکی امروز میبینیم که در نماز جمعه ای ساعت 12 امام 1 ساعت تا ساعت 1 موعظه میکنه. اگر چند این اگر بگیری به خلاف سنت پیامبره، زیرا پیامبر موعظهش فقط در اون خطبه جمعه بود.
لیکن امروز ما در خطبه جمعه وقتی 1 ساعت گپ میزنیم مردم همه را از کار برمند میکنیم و این خیلی وقت و فرصت ما را نمیتن که تا ساعت مقصد 2 و 3 نماز جمعه بخونیم. یا در زمانهای پیامبر 1 اذان بود، لیکن آمد در زمان حضرت عثمان 2 اذان شد، برای مردم زیاد شدن. از همین لحاظ بعضی چیزها و مسائلی هست که با مرور زمان با تغییرات ها در کاره. باز میگردم به همون سخن اولم که هر یک آدم به دور خودش به زمان خودش باید معلومات داشته باشه. هر یک مسئله را که میپرسین اول اندیشه کنیم سوالی من چی معنی داره و همون کاری که همون مردم میکند که کجاش جای نادرست دیده. من جای نادرست را بگم حاجی بابا همین کار در داخل همون مثال معرکه نادرست است، من همون نادرستش برای تو جواب بگم و آنچه که در درون معرکه بود من برای تو گفتم. اگر اندک حق دادری جان و برادرای مهربان، اگر اندک اگر علمت میلش همین عقلت باشه، همین گپ‌های من انشاءالله برای تو دلیل حجته، برای تو دلیل حجته. لیکن اگر همین دم که درک نکردی و نفهمیدی دیگه که گفتم شیخ سعدی میشه آن کس که به قرآن خبر زو نرهی آن از جوابش که جوابش ندهی. برای آدمی که دیدی نمیفهمه درک نمیکنه، جوابی او خاموشی ای تمام، هم بعد خاموشی خطی جان خلاص کن. خدای مهربان حفظ